از این زیبایی شهر با ورود تالار پرویز صابرов یک قدم است. نوروز اولا مسئولیت بزرگ رو به شما تبریک میگیم که سرمربی منتخب نورسان انتخاب شده. چه نقشه ها در پیش است؟ میناداری خود را سراول با رهبریت فدراسیا کشتیگیری میرسونم که مرا باور کرده سرمربی تیم منتخب نورسان جمهوری موندن و در پیش مسابقه ها هست. مسابقه ها بین نورسان نیت داریم که از اون مسابقات بهترین ها را انتخاب کنیم، از مکتب های ورزشی سر کرده بعداً به تالارهای کشتیگیری، بعداً به دهه و ناحیه ها شهرهای دوردست سفربر می شویم که بهترین های نورسان تیم منتخب را انتخاب کنیم و در آینده نورسان را تربیت دهیم و مشق‌های خوب دهیم که در آینده پرچمبرداری دولت عزیز تاجیکستان باشند. خیلی که به همگان معلوم بود در اولین چمپیونات جهان پیشوای معظم ملت قدم نهادند و این افتخار ما گشتیگیران است که پیشوای معظم ملت در چمپیونات جهانی گشتیگیری اشتراک کردند و ما توانستیم که با غمخواری های پیشوای معظم ملت کشتین ملی گشتیگیری را در عرصه بین المللی معرفی کنیم. نقشه ها بیشتر هستند، کلوب های ورزشی، مکتب ها، باشگاه هایی که هستند، برای آنها برنامه های علاهیده لازم است که شما کار رو تقویت دهید بین نورسان. بله، در آینده کوشش و زحمت های فدراسیای کشتیگیری همین است که یک تالاری با حشمت، یک تالاری بین المللی برای تیم منتخب نورسان و جوانان و کلانسالان شده دهند که ما تیم منتخب سرمربیان بین نورسان، بین جوانان، بین کلانسالان در علاهیدگی ورزشگران خود را آماده سازیم. از ستاد مربیان یاردمچیان شما علاقه معلومند؟ حالا معلوم نیستند، در آینده معلوم میشوند و ما جمع با مربیان، با سرمربیان همه یکجا میشویم و گشتین ملی گشتیگیری را در عرصه بین المللی معرفی میکنیم. چمپیونات آسیا برگزار شد، قهرمانی جهان گشتیگیری برگزار شد. طرح لباس‌های ملی را رئیس مجلس ملی، مجلس عالی براه ماندن که این بسیار هم تحولات در گشتین اجدادی ما بود فکر میکنم. بله. اکنون ما را لازم است که مسئولیتمون زیادتر باشد. بله، باز در آینده کوشش میکنیم که چمپیونات آسیا و چمپیونات جهان را بین نورسان و جوانان گذرانیم. این بهترین اقدام است. البته خشت اول که قدم اول که استوار گذاشته شد، البته موفقیت ها در منبعد بیشتر میشوند. باز چی نقشه ها دارید؟ نقشه ها همین است که فقط و فقط نورسان را تربیت سازیم و گشتین ملی گشتیگیری را در عرصه جهانی معرفی سازیم. با شما در این جاده برای کار میخواهیم. رحمت. زیبایی شهر باز هم شهامت و نفوذ علاهیده خود را داشت که ما را هم بی‌طرف نگذاشت و یک لحظه توقف کردیم به این آسودگی و خوشحالی پایتخت کشور عزیزمان شهر دوشنبه.